تا حالا شده به این فکر کنی که چرا تقریبا همه بازی‌های دنیا از یه نقطه مشترک شروع میشن؟ اول بازی تقریبا هیچی نداری. نه پول داری، نه تجهیزات، نه مهارت خاصی. حتی دشمنای ساده هم گاهی شکستت میدن. اما بازی ازت انتظار نداره از همون اول قهرمان باشی. ازت میخواد کم کم یاد بگیری، تجربه کسب کنی و با هر مرحله قوی تر بشی. جالبه که زندگی و کسب و کارم دقیقا همین قانونو دارن. خیلی از ما وقتی یه کار جدید رو شروع میکنیم دوست داریم همه چیز سریع پیش بره. انتظار داریم چند ماه بعد درآمدمون چند برابر بشه. مشتریا صف بکشن یا یه شب به موفقیت برسیم. اما واقعیت اینه که شروع هر کاری معمولا سخته. ممکنه اولین فروشت انجام نشه. ممکنه سرمایه زیادی نداشته باشی. شاید چند نفر به جواب رد بدن یا حتی مسخرت کنن. شاید بارها احساس کنی که مسیر اشتباه اومدی. ولی چیزی که خیلی‌ها متوجهش نیستن اینه که تمام این اتفاقا بخشی از فرایند رشده. هر شکست یه درس با خودش داره. هر اشتباه باعث میشه دفعه بعد تصمیم بهتری بگیری. هر چالشی که ازش عبور میکنی در واقع داره تجربه و مهارتتو بیشتر میکنه. دقیقا مثل یه بازی که بعد از هر مرحله قوی‌تر میشی و قابلیت‌های جدیدی به دست میاری. مشکل اصلی اینجاست که خیلی از آدما قبل از اینکه به اون مرحله برسن بازی رو رها میکنن. همه دنبال میانبرن، دنبال یه راز موفقیت، یه فرمول جادویی یا یه روش تضمینی که بدون سختی مستقیم برسونتشون به اون نتیجه. اما واقعیت اینه که تو زندگی رمز تقلب وجود نداره. هممون طوری که توی بازی نمیتونیم با یه شمشیر چوبی بریم سراغ قول آخر، تو کسب و کارم نمیتونیم بدون مهارت، بدون تجربه و بدون ساختن اون زیر ساخته از پس مشکلات بزرگ بر بیاییم. اول باید خودت رشد کنی، باید یاد بگیری، باید مهارت جمع کنی، باید ابزار مناسب داشته باشی، باید آدمای درست رو کنار خودت قرار بدی. اون وقت تازه آماده میشی برای مرحله سخت‌تر. یکی از بزرگترین اشتباهایی که میبینم اینه که بعضیا میخوان نتایج بزرگ داشته باشن ولی هنوز سیستمای کوچیک دارن. میخوان درآمد بالا داشته باشن اما نظم ندارن. میخوان تیم بزرگ رو مدیریت کنن اما هنوز خودشون رو هم درست نمیتونن مدیریت کنن. طبیعیه که وقتی رشد میکنن مشکلاتشون هم چند برابر میشه، چون باید اون پایه‌ها رو محکم میساخت و اون پایه‌ها محکم ساخته نشده. در واقع موفقیت بیشتر از اینکه به سرعت بستگی داشته باشه به آمادگی بستگی داره. هر مرحله‌ای که امروز ازش عبور میکنیم داریم ما رو به سمتی میبره که برای مرحله بعد آماده تر بشیم. پس اگه الان احساس میکنیم هنوز به جایگاهی که دوست داریم نرسیدیم، شاید فقط توی یکی از مرحله اولیه بازی باشیم و این اصلا چیز بدی نیست. بد اینه که وسط مسیر دسته بازی رو زمین بذاری و فکر کنی برای موفقیت ساخته نشدی. به جای اینکه مدام خودتو با دیگران مقایسه کنی، فقط یه سوال از خودت بپرس: آیا امروز نسبت به دیروز حتی 1% بهتر شدم؟ اگه جوابت مثبته یعنی هنوز تو بازی هستی. و یادت باشه موفقیت جایزه کسایی نیست که سریعتر شروع کردن یا شانس بیشتری داشتن. موفقیت سهم آدماییه که مرحله جلو رفتن، از شکستاشون یاد گرفتن و هیچ وقت از بازی خارج نشدن. من قدیری هستم، مسعود قدیری، مدرس زبان انگلیسی و مشاور تحصیلی، رشد فردی و کسب و کار. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. تا پادکست بعد، خدا نگهدارتون.